شاید کمتر کسی بداند چرا نام این قسمت از کاخ موزه گلستان خلوت کریم خانی است. واقعیت این است که در پس هر آرامشی که در جلوخان یا خلوت کریم خانی موج میزند حقیقتی تلخ نهفته است. حقیقتی که به زمان سلطنت رسیدن آقا محمد خان قاجار برمیگردد و روایتگر داستان کینه مؤسس سلسله قاجاریه نسبت به بنیانگذار سلسله زندیه است. اگر می‌خواهید همه چیز را درباره خلوت کریم خانی بدانید، با ما به حدود 230 سال پیش بیایید، به زمانی که آقا محمد خان یکی از افراد ایل قاجار با شکست لطفعلی خان زند به قدرت رسید. محمد حسن خان پدر آقا محمد خان قاجار روزگاری رئیس ایل قاجار بود که پس از کشته شدن نادرشاه افشار سعی کرد از هرج و مرج مملکت استفاده کند تا به قدرت برسد، اما در نبرد با کریم خان زند شکست خورد و در استرآباد پناه گرفت. چندی بعد محمد حسن خان دوباره سپاه مجهز و منظمی ترتیب داد و جنگ با کریم خان زند را از سر گرفت. در جنگ‌های ابتدایی هم پیروز شد، اما در نهایت شکست خورد و سبزعلی که یکی از غلامان سابقش بود در میدان جنگ سر از تنش جدا کرد. همین باعث شد تا آقا محمد خان پسر ارشد محمد حسن خان کینه‌ای عجیب از کریم خان زند به دل بگیرد، کینه‌ای که بعدها با حضور در ارگ کریم خانی و حتی لطف و محبت مؤسس سلسله زندیه نسبت به او هم از بین نرفت. سالها گذشت تا اینکه آقا محمد خان با غلبه بر لطفعلی خان زند به قدرت رسید و با سرنگونی حکومت زندیه سلسله قاجاریه را تأسیس کرد. او که در تمام این سالها کینه کریم خان زند را در دلش نگه داشته بود، دستور داد او را نبش قبر کرده استخوان‌هایش را از مقبره‌اش در عمارت کلاهفرنگی شیراز به تهران بیاورند و در راه پله راهروی کاخ گلستان به خاک بسپارند تا بتواند هر روز روی استخوان‌های مؤسس سلسله زندیه راه برود. نقل است شاه قاجار هر وقت دلش می‌گرفت یا خسته می‌شد به قسمت جلو خانه کاخش میرفت، از روی استخوان‌های کریم خان میگذشت و با نوک شمشیر بر قبر شاه زندیه میکوبید. کریم خان زند در تمام دوران حکومت قاجاریه از آقا محمد خان تا احمد شاه قاجار در راه پله جلوخان کاخ گلستان آرمیده بود تا اینکه رضا خان به قدرت رسید و حکومت پهلوی روی کار آمد. شاه پهلوی که از داستان استخوان‌های کریم خان زند خبر داشت، دستور داد پله را بشکافند و استخوان‌های مؤسس سلسله زندیه را خارج کنند. خاکی که زیر پله ها قرار داشت به همراه تکه هایی از استخوان‌ها که سالم مانده بود به شهر شیراز منتقل شد و این بار کریم خان زند برای همیشه در موزه پارس شیراز آرام گرفت. در ادامه براتون خلاصه ای از بیوگرافی کریم خان زند را خواهم گفت و اگر تا اینجا کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً این کار رو برای افزایش کیفیت محتوای آبی‌در انجام بدید. کریم خان زند وزیر اعظم شاه اسماعیل سوم صفوی بود. بعد از مرگ نادرشاه افشار که جانشینانش برای رسیدن به منصب پادشاهی به جان هم افتادند، کریم خان زند هم در صدد کسب قدرت برآمد و توانست با شکست همه رقیبانش تمام بخش‌های مرکزی، شمالی، غربی و جنوبی ایران را تحت حکومت خود درآورد. کریم خان زند که مؤسس دودمان زندیه بود، تنها پادشاهی است که هیچ وقت برای خودش مراسم تاجگذاری برگزار نکرد و خودش را وکیل الرعایا خواند. او بهترین فرمانروا پس از حمله اعراب به ایران به حساب می آید. کریم خان زند در 80 سالگی به مرض سل مبتلا شد و در شیراز جان خودش را از دست داد. او را طبق وصیت‌نامه‌اش در عمارت کلاهفرنگی باغ ارگ شیراز و در قبری که برای خودش ساخته بود دفن کردند. خب دوستان، امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. تا دیداری دیگر، بدرود.